سلام خدمت دوستان عزیز. خب قراره که 10 تا قانون رفتاری رو با هم بررسی کنیم که به ما کمک بکنه چطور یه سرمایه گذاری خوب رو داشته باشیم. ویدئوی اول و قانون اول اینه که مهمترین را کنترل بکنید. به نظر شما مهمترین چیه؟ به نظر بنجامین گراهام که حالا توی این اسلاید هم آوردم که آقای بنجامین گراهام میدونید که حالا استاد وارن بافت بوده و یک کتاب بسیار معروف داره به اسم اینتلیجنت اینوستور که سرمایه‌گذار هوشمنده با این سرمایه‌گذار باهوش فرق میکنه و یک کتاب فوق‌العاده داره. یه حرف خیلی مهم میزنه اینجا، میگه که مسئله اصلی هر سرمایه‌گذاری و به احتمال زیاد بزرگترین دشمن اون خودشه. پس الان متوجه شدیم که وقتی که میگیم مهمترین را کنترل بکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه باید خودمون رو کنترل بکنیم، رفتارمون رو داریم میگیم رفتارمون رو کنترل بکنیم. من توی پرانتز بگم گفتم که 3 تا هدیه فوق‌العاده داره دوره سبا پلاس یا سرمایه گذار باهوش پلاس. هدیه اولش که ایتون باشه گفتم که یه دوره بسیار کامل و کاربردی و جذاب در زمینه اقتصاد رفتاری و سرمایه گذاری رفتاریه. قسمت دوم یا روش هدیه دوم با ارزشی که خدمتون ارائه میشه یک دوره عالی و قابل هضم، یه دوره عالی و قابل هضم که الان در حال تهیه‌اش هستم، در حال تحقیقات هستم و بر اساس همین کتاب اینتلیجنت اینوستور یا کتاب سرمایه‌گذار هوشمند بنجامین گراهام داره تهیه میشه و میدون که بنجامین گراهام اصلا یا روش بنجامین گراهام که بعداً حالا وارن بافت هم ادامه داده یه روش به اسم میگن ولیو اینوستینگ یا سرمایه‌گذاری ارزشی که من حالا دارم یه خورده کار آماری روش میکنم چون یه خورده بازار بورس ایران با توجه به اون مسئله‌ای که توی سرمایه گذاری ارزشی وجود داره شاید که نه یه سری تفاوت‌های اساسی داره. دارم یه سری کارهای آماری روش میکنم. اوایل اصلا اعتقاد به این موضوع نداشتم. میدونید که روش ولیو اینوستینگ یعنی که شما برید مثلا دارایی‌ها یا صورت‌های مالی رو بخونید و بعد ببینید که اگه ارزش سهامش زیر ارزش قیمت واقعیش هست و این مثلا شرکت حالا پتانسیل رشد داره بریم اونو بخریم و مثلا مثل وارن بافت برای مادام العمر سهامدار اون شرکت باشین و خب به همین سادگی ها این کار انجام نمیشه. توی ایران هم شاید خیلی سخت باشه چون توی ایران سهام شرکت ها اونجوری رشد نمیکنه به خاطر که خیلی سود توزیع میکنن، مردم سود دوست دارن که سود سرمایه گذاریشون توزیع بشه. ولی خب ما داریم یه کار خیلی آماری حرفه‌ای راجع به این موضوع انجام میدم و به نتایج خوبی رسیدم. به خاطر همین ظرف شاید توی بهمن ماه امسال یعنی بهمن ماه 1401 این دوره فوق‌العاده آماده میشه که برای کسی که خورده دوست دارن آماری تر و تحلیلی تر از لحاظ بنیادی وارد دنیای سرمایه گذاری بشن میتونه خیلی مفید باشه. اون دوره رو فکر کنم که مثلا قصدم این بود که حدود 5 میلیون تومان ارزشش رو یا قیمت ثبت نامش رو بذارم ولی به عنوان هدیه برای کسایی که این دوره سبا پلاس رو تهیه کردن به شکل رایگان ارسال میشه. مسئله خب اگه برگردیم به قانون اول که مهمترین مسئله خودمون هستیم اینه که خب میدونیم بازارها رشد میکنن. مثال سادهش طلا هست دیگه. ببینید طلا همه میدونن، حالا شاید بورس همه ندونن ولی طلا همه میدونن که گرون میشه، خیلی هم گرون میشه، ولی خب تعداد افرادی که با استفاده از خرید طلا یا سرمایه‌گذاری روی طلا به استقلال مالی میرسن یا دارایی‌های درست حسابی داشته باشن تعدادشون خیلی کمه، تعدادشون انگشت شماره. وقتی که ما با خطاهای رفتاری آشنا میشیم همه اونو خوب میفهمن. ببینید ما حالا گفتم توی اون دوره اقتصاد سرمایه گذاری رفتاری توضیح میدم، مثلا خیلی هاشو شنیدیم، مثلا همین اوور کانفیدنس یا اعتماد به نفس پیش از حد یه سوگیری رفتاریه.
یا اینکه تنفر از ضرر، یعنی اینکه ما میزان بار احساسی که از ضرر احساس میکنیم خیلی بیشتر از معادل مثبتشه. خب خیلی یا هرد منتالیتی یا ذهنیت گله‌ای، یعنی اینکه اگه همه دارن یه کاری میکنن پشت سرشون آدم تمایل داره اون کار رو انجام بده. اینا خطاهای رفتاری هستن که همه اونا رو خوب میفهمن، ولی مسئله‌ای که وجود داره، فکر کنم آقای مونتیر میگه مسئله‌ای که وجود داره اینه که همه اونو خوب درک میکنن ولی این سوگیری و این خطا رو تو بقیه خوب میبینن، نه تو خودشون، تو رفتار خودشون. دانیل کانمن که نویسنده کتاب تفکر کند و سریع و در واقع بزرگترین تحقیقات رو توی این زمینه اقتصاد رفتاری انجام داده، حتی پا رو از این فراتر میذاره و میگه اینکه ما خطاهای ذهنی رو در موردش بخونیم و ببینیم و ببینیم که یه نفر داره حرف میزنه جذابه، ولی به دلیل، یعنی مثلا ما ممکنه که ما 10 تا کتاب اقتصاد رفتاری بخونیم، همش رو لیست بکنیم، خلاصه برداری بکنیم، تک تکشون آشنا باشیم، ولی حتی بریم در موردشون کنفرانس بدیم، ولی به دلیل عملکرد سیستم یک ما، سیستم واکنشیه، سیستمی که سریع پاسخ میده، عملاً اکثر اونها برنده هستن. یعنی ما اکثر اونها هستن که رفتار ما رو کنترل میکنن، تا اینکه یعنی در واقع خیلی فرق نمیکنه تو رفتارمون با اون کسی که از این خطاهای رفتاری اصلاً آشنا نیست یا اطلاعاتی در موردش نداره. یه 2 تا سوال خیلی جالب هست من مطرح میکنم خدمتتون، یه کوتاه مثلا در چند ثانیه بهش فکر کنین جواب بدین. به این فرض کنید که سوال اول، فرض کنید که قیمت یک کفش و یک جوراب، یک کفش یا یک جوراب با هم 1,100,000 تومانه. یک کفش و یک جوراب 1,100,000 تومانه. قیمت کفش 1,000,000 تومان از قیمت جوراب بیشتره. قیمت جوراب چقدره؟ قیمت کفش 1,000,000 تومان از قیمت جوراب بیشتره. قیمت جوراب چقدره؟ یکم فکر کنید. دوتاشون با هم 1,100,000، قیمت کفش 1,000,000 از قیمت جوراب بیشتره. اکثر افراد میگن 100,000 تومان. اکثر افراد میگن قیمت جوراب 100,000 تومانه. درسته؟ من حالا میخوام بگم که این پاسخ اشتباهه. اگه پاسختون 100,000 تومان باشه اشتباهه. جواب درست 50,000 تومانه. جواب درست قیمت جوراب 50,000 تومانه و قیمت کفش 1,050,000 تومانه. اگر جواب اشتباه دادن خیلی هم ناراحت نباشین، چون این تست خیلی انجام شده. حتی فکر کنم یه جایی بود نوشته بود که اون دانشجویان فوق لیسانس مثلا دانشگاه MIT یه جایی این آمار رو آورده بود که ما از خودمون ناامید نشیم. دانشجویان فوق لیسانس دانشگاه MIT هم 46% یا 56% به این سوال پاسخ اشتباه دادن. حالا یه سوال دیگه، ببین فرض کنید که یه استادیوم وجود داره، یه سری کارگر قراره اونو چمن بکنن، مثلا چمن مصنوعی فرش بکنن. اگر هر روز این کارگرها به یه شکلی هستن که مثلا فردا مثلا نمیدونم ابزار یا یه وسایلی بهشون داده میشه، هر روز میتونن 2 برابر روز قبل کار بکنن. یعنی اگه امروز 2 متر مربع کار کردن، فرداش 4 متر کار بکنن و 48 روز طول میکشه تا کل زمین رو چمن کنن. 48 روز طول میکشه تا کل زمین رو چمن بکنن. چقدر طول میکشه؟ چند روز طول میکشه که نصف زمین رو چمن کرده باشن؟ بهش فکر کنید یکم. ببین اگر که خیلی از افراد میان 48 رو تقسیم بر 2 میکنن، میگن 24 روز طول میکشه که نصفش رو چمن بکنن. ولی اگه هر روز 2 برابر روز قبل کار میکنن، در واقع 47 روز طول کشیده، چون اونا روز قبل نصف استادیوم رو چمن کردن، روز بعد 2 برابر نصف استادیوم میشه کل استادیوم رو چمن میکنن. این 2 تا مثال رو برای چی خدمت شما گفتم؟ به خاطر اینکه این مسائل اقتصاد رفتاری جذاب خوندنش، اطلاع ازش، خطاهایی که وجود داره جذابه و
من حالا توی اون هدیه اقتصاد رفتاری راجع به این موضوع توضیح میدم، ولی چیزی که میخوام الان اینجا خدمتتون بگم این 10 تا قانونه قراره که به شکل عملی به ما کمک بکنه اون کارا رو انجام ندیم و حتی مباحثی که در ادامه ویدئوهایی که در ادامه شما میبینید در قالب روانشناسی سرمایه گذاری و با فرم ها و حالا مواردی که خدمتتون ارائه میشه اونجا بهتون نشون میدم که چجوری اینا رو به کار بگیریم. حالا ما چه زمانی از این سیستم خطاکار استفاده میکنیم؟ چه زمانی ممکنه ما دچار این خطاها بشیم؟ یعنی مغز ما بیاد مثلا یه کفش و یه جوراب نیاد یه 2 تا عدد رو اگه با هم جمع بکنیم و 2 معادل 2 مجهول دیگه 2 معادل 2 مجهول خیلی ساده هست بیام حلش بکنیم بعد به اون عدد برسیم. چرا ما این کار رو انجام نمیدیم؟ چه زمانهایی این کار رو انجام نمیدیم؟ چند تا دلیل وجود داره یا چند تا موقعیت وجود داره که اگه این موقعیت ها وجود داشته باشه ما معمولا این کار رو انجام نمیدیم. اول اینکه مسئله پیچیده باشه و ساختارش نامشخص باشه. توی پس زمینه ذهنتون دنیای سرمایه گذاری رو در نظر داشته باشید. مسئله پیچیده هست و اطلاعات ساختارش نامشخص. مورد دوم اینه که اطلاعات ناقصن، مبهمن و متغیرن. یعنی نگاه کنید، من مثال بزنم خدمتتون، یه ساختاری مثل بورس ایران در نظر بگیرید. خب مثلا اینقدر پیچیده است، اینقدر شرکت نمیدونم پایه نارنجی وجود داره، شرکت‌های بزرگ وجود داره، بنیادی نیست. این یه ساختار خیلی بزرگ و پیچیده‌ای داره. علاوه بر اون مورد دوم، اطلاعات در موردش چجوریه؟ ناقصه. هر کسی یه چیزی میگه، هر گزارشی به هر شکلی ممکنه از طرف هر منبع اطلاعاتی بیاد بیرون. مبهمه، متغیره. مثلا یه نفر امروز یه چیزی میگه، بعد همون فرد مثلا 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه یه مورد دیگه رو پیش بینی میکنه، یه شرایط دیگه رو پیش بینی میکنه. مورد سوم اینه که هدف نامشخصه یا بازار رقابتیه. خب اغلب افراد اینجوری هستند دیگه، نمیدونن برای چی میخوان سرمایه گذاری کنن. هدف نامشخصه یا اینکه بازار رقابتیه. همه داریم تو رقابت با هم دیگه هستیم. من چقدر سود بکنم، من چقدر مثلا بیشتر از اون سود بکنم. مورد چهارم اینه که وقتی که تحت فشار روحی باشیم. وقتی که تحت فشار روحی، به اینا داریم میگیم، یعنی شرایطی که باعث میشه که ما اون ذهنمون به اصطلاح حالا اقتصاددان رفتاری میگن از هیوریستیک استفاده کنه، از میانبر ذهنی استفاده بکنه. وای نس و حوصله نداره واسه تحلیل و تجزیه بکنه، میخواد زود به جواب برسه. وقتی که تحت فشار روحی باشیم، خب طبیعتاً توی بازارهای سرمایه گذاری بالاترین فشارهای روحی وارد میشه به آدم. و زمانی که تصمیم‌های ما تحت تأثیر تصمیم‌های دیگرانه. خیلی راحت، مثلا شما اگر ببینید که همه رفتن صف خرید و صف فروش و اینا، توی بازارهای بورس به خاطر چی تشکیل میشه؟ به خاطر که عده زیادی یه کار میکنن، همه دنبال سرشون راه میفتن. حالا این 5 شرط ببینید، من خیلی ساده نشون دادم که تمام این 5 شرط توی بازار وجود داره و به خاطر همین خیلی خیلی طبیعیه و اصلا هم تقصیر ما نیست که ما دچار این سوگیری ها و این خطاهای ذهنی میشیم. مسئله‌ای که وجود داره، ببین شاید اینا رو خودتون نبینید ولی اطرافیانتون رو نگاه بکنید. یه آدم یه دور بزنه دور برایاشو نگاه بکنه، کسایی که سرمایه گذاری کردن، انواع و اقسام این خطاهای ذهنی رو میتونه در دیگران ببینه. گفتم که یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم، در واقع مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم اولینشه اینه که 100% مسئولیت این سرمایه گذاری خودمون رو بپذیریم. 100%ش. چون در نهایت اون کاری که منجر به نتیجه میشه، اون کلیک خرید یا کلیک فروشه یا اینکه تصمیم گیریم چقدر پول به حساب کارگزاریم واریز بکنن و اون یه چیزی که خودمون انجام میدیم. یه اسلاید بعدی رو ببینید. یه کتاب خیلی خوبه، این آقایی که تصویرش می‌بینید آقای جان تمپلتونه، سر جان تمپلتون، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاریخه که این کتابو خواهرزاده‌اش نوشته. آقای لورن سی تمپلتون
و اومده توش روش سرمایه گذاری جان تمپلتون رو توضیح داده و یه جمله خیلی معروفی داره. جمله معروفش اینه که بهترین زمان خرید زمان حد اکثر بدبینی و بهترین زمان فروش زمان حد اکثر خوشبینی است. شما ببینید زمان حد اکثر خوشبینی کی بوده؟ مثلا خرداد و تیر مثلا سال 99. اگه کسی اون موقع فروخته بود الان چقدر سود کرد. الان هم تو آذر 1401 یا بعدش ما توی زمان بدبینی هستیم. این بدبینی و خوشبینی هم تو همین 2 سال خیلی بالا پایین شده. شاید فکر کنین که بازار راکت بوده ولی تو همین 2 سال خیلی بازار جابجا شده. حالا بعداً توی اون بحث معامله گری به روشی که حالا خدمتتون معرفی میشه این موضوع رو توضیح میدم که این بدبینی و خوشبینی هم تو این 2 سال خیلی بالا پایین شده و خیلی فرصت‌های گرفتن سود برای همه وجود داشته باشه. یه تحقیقی انجام شده خیلی جالبه. یه تحقیقی هست، یه سری افراد آوردن. حالا این تحقیق گسترده است، من میخوام به شکل کوتاه بگم خدمتتون. یه سری افراد و 2 دسته از افراد انتخاب کردن که تو این تحقیق شرکت کنن. یه سری از افراد آدمای سالمی بودن، مغزشون یعنی سالم بود. سری دوم افرادی بودن که یه قسمتی از مغزشون به شکل آسیب دیده بود که ترس رو احساس نمی‌کردن. حالا آمیگدال توی قسمت مغز مسئول اون ترس دیگه. ترس ما در اثر اون اتفاق میفته. حالا کاری نداریم. خلاصه ترس رو احساس نمی‌کردن. بازی اومدن براشون توضیح دادن، گفتن که یه بازی هست اسمش بازی سرمایه گذاریه، تو 20 دور برگزار میشه، یعنی 20 بار انجام میشه. به روش سکه انداختنه، یعنی شیر و خطه. اگر شما مثلا $10 میذاری، خب اگر شیر اومد $2.5 میبرین، اگر خط اومد $1.25 میبازین. بخشید اگه خط اومد $1 میبازین. پس اگه شیر اومد $2.5 میبرین، اگه خط اومد $1 میبازین. و دوست دارین تو این بازی شرکت کنین، خب خیلی شانس برد خوبه دیگه. یعنی شما مثلا اگه 50-50 هم در نظر بگیرید، یعنی شیر و خط رو 50-50 در نظر بگیرید، هر بار که شیر بیاد $2.5 میبرید. مثلا هر بار که شیر بیاد 250,000 تومان میبرید، هر بار که خط اومد 100,000 تومان میبازین. پس طبیعتاً بهتره که تو همه دورهای بازی شرکت بکنید چون شانس برد بیشتره. حالا نتیجه که به دست اومد خیلی جالب بود. اون افرادی که ترس رو احساس نمی کردن توی تعداد راند بیشتری از بازی شرکت کردن. یعنی مثلا توی اگه 20 راند برگزار شد، 20 دور برگزار شد این بازی، اونایی که ترس رو احساس نمی کردن توی 17 دورش بازی کردن. ولی اونایی که مثلا افراد عادی بودن توی مثلا 12 دور یا 13 دور بازی کردن. خب اون کسی که مغزش سالم بوده و میبینه که شانس برد خیلی بیشتره و خیلی در واقع مثلا شما اصلا بردت با 1.25 دیگه، مثلا احتمال چه شیر بیاد چه خط بیاد، در نهایت شما برنده هستی. بعد از 20 دور خیلی سود میکنی. چرا ادامه ندادن؟ چرا این کار انجام نکردن؟ به خاطری که اعداد قرمز رو میدیدن. اعداد قرمز چیه؟ تو این اسلاید خدمتون توضیح دادم. این اسلایدی که میبینین مربوط به 4 روزه و توی بازه زمانی 30 دقیقه تنظیم شده. تو بازه زمانی 30 دقیقه، یعنی هر کدوم از این کندل ها، اینا بهش میگن کندل دیگه، کندل های قرمز و سبزی که میبینی اینا هر کدومشون برای یه بازه زمانی 30 دقیقه هستن. خب این یه فاصله زمانی اون پایینش هم زدم، 4 روز و 23 ساعت و 50 دقیقه مال بازار بورس ایرانه که کلا روزانه 5-6 ساعت بیشتر باز نیست. 4 ساعت و نیم بیشتر باز نیست. و نگاه کنید ببینید تعداد قرمزا چقدره یا تعداد سبزا چقدره. حالا اگه اینو برگردیم به همون موضوعی که در مورد شیر و خط صحبت کردم، هر بار که افراد شیر می اومد براشون می بردن، خب مثلا می رفتن دور بعدی هم تمایل داشتن بازی کنن.
هر بار که خط می اومد میباختن، باید یه پولی رو میدادن. اینجا اون مبحث تنفر از ضرر که دانیل کانمن میگه یا لاس اورژن میومد بازی میکرد. ما بار احساسی هر کدوم از این کندل های قرمز به اندازه بار احساسی اون کندل سبز نیست، بسیار قوی تره و بسیار شدیدتره. یه بار قرمز می اومد یعنی برای اون طرف، یه بار خط می اومد $1 میداد، اگه سری بعدیش دوباره خط می اومد $1 میداد، 3 بار پشت سر هم اگه خط می اومد $1 یعنی مثلا مجموعاً $3 میباخت، خب دور چهارم دیگه اصلا بازی نمیکرد، ادامه نمیداد. و به خاطر همین توی تعداد راندهای کامل بازی شرکت نکرد و در نهایت بازدهی منفی یعنی بازدهی مثبتی نگرفت، در صورتی که اگه اون کسی که ترس رو احساس نمیکرد چون توی 20 دور استفاده میکرد، یعنی 20 دورشو یا 18 دورشو حداقل شرکت کرده بود، خیلی بازدهی بیشتری میگرفت. و این خیلی موضوع جذابیه، خیلی موضوع مهمیه که حواستون باشه. اگه مثلا بازار سرمایه رو بخواین هر روز 30 روزه، یعنی تو بازار زمانی 30 دقیقه، تو بازار زمانی کوتاه مدت، حتی بعدا خدمتتون نشون میدم تو بازار زمانی روزانه بخواید بازدهی رو چک بکنید، هر کدوم از این اتفاقات منفی که برای شما میفته، یعنی هر موقعی که این ضرر رو میبینید، یه بار روانی خیلی زیادی روی شما ایجاد میکنه و این بار روانی زیاد اجازه نمیده که شما این موضوع رو دنبال بکنید و تا آخر بمونید. این عبارت رو توی اسلاید بعدی نگاه بکنید. خب این اسلاید رو اون بالا نوشتم. این قسمت پایین، گوشه پایین سمت چپ این مربع آبی رنگ، این مربع آبی رنگی که هایلایت هست میبینید، گوشه پایین سمت چپش یه جایی نوشته یه فلش کوچیک وجود داره. خب این فلش کوچیک همون اسلاید قبلیه، همین اسلاید هست، همین اسلایدی که این همه مثلا دیدی چقدر قرمزه، مثلا این همه احساس منفی در ما وجود داشته، ایجاد میکرده، داشتیم مثلا احساس میکردیم که داریم ضرر میکنیم. ولی کل این 5 روزه جزء یک روندی از بازار بوده که در عرض 65 روز نزدیک 44% مثبت شده. 44 نگاه بکنید، 44% مثبت شده. اگه کسی تمرکزشو بذاره رو اون بازه زمانی کوتاه، اصلا میتونه به اونجا برسونه خودشو، اصلا میتونه مثلا اونو رشدشو بگیره. تازه حالا 65 روزه من دارم میگم، 65 روزه اصلا بازه زمانی کوتاه مدت خودش حساب میشه، حتی میان مدت هم نیست. ببینید این موضوع کتاب دوره هدیه سرمایه گذاری رفتاری خیلی تو این زمینه میتونه به شما کمک بکنه، چون بر اساس سرمایه گذاری رفتاری قرار نیست اونجا اون مثال کفش و جوراب و اینا رو بزنیم بعد بریم به یه نفر بگیم جوابشو بلد نباشه بعد لذت ببریم از این کار. و مبناش یه سری کتاب‌های فوق‌العاده هست که شاید به معروفیت کتاب دانیل کانمن و ریچارد تیلر و اینا نباشه، و این 4 تا کتابی که اینجا تو این اسلاید دارین میبینین، این 4 تا کتاب مبنای اصلی این هدیه گران قیمت و فوق‌العاده‌ای که برای شما تهیه کردم. به این قسمت پایین من اینا اومدم از کتاب The Little Book of Behavioral Investing، چون این آقای جیمز مونتیر، 2 تا کتاب وسطی کتاب آقای جیمز مونتیره که کتاب سمت چپی یعنی The Little Book به اسم سرمایه‌گذاری رفتاری تو ایران ترجمه شده، ترجمهش هم خیلی جالب نیست، ولی خب اون کتاب اصلیش اون کتاب سمت راستی است. یه نقل قولی هست از آقای جرمی گرانتام که من اینجا پایینش آوردم که ببینید، حالا متن انگلیسیش آوردم، میگه که زمانی که اون بحران ایجاد میشه، بحران تو بازار مالی ایجاد میشه، at this crisis climaxes، آدم‌هایی که قبلا منطقی بودن، آدم‌هایی که قبلا استدلال میکردن، شروع میکنن به پیشبینی آینده جهان. ببین یه آدم آمریکایی داره حرف میزنه ها، ببین چقدر ما به عنوان یه ایرانی داریم باهاش ارتباط برقرار میکنیم.
شروع میکنن به پیش بینی آینده جهان و که با تعداد زیادی از اطلاعات دقیق و ترسناک، یعنی اطلاعاتشون هم همینجور مثلا روایت نمیگه کلی رفته دیتا جمع کرده و فلان اینا، کلی با اطلاعات دقیق و ترسناک، با حجم انبوهی از اطلاعات دقیق و ترسناک خودشون رو مسلح کردن که توجه شما رو جلب بکنن. این 4 تا کتاب 4 تا منبع اصلی هستن. کتاب فوق‌العاده قدم زدن تصادفی در وال استریت، این 2 تا کتاب جیمز مونتیر و کتاب The Behavioral Investor دانیل کراسبی، که این 4 تا کتاب منبع اصلی اون هدیه‌ای هستن که به عنوان سرمایه‌گذاری رفتاری قرار خدمت شما ارائه بشه. تمام اینا یعنی قراره چیکار بکنه؟ تمام اینا که قرار قانون اول رو رعایت بکنه. قانون اول چیه؟ مهمترین موضوع رو کنترل کنید، یعنی خودمون رو. یعنی این اگه خود من رفتارم دارم میگم، رفتارم اگه کنترل بشه، اگه نشده باشه، یعنی اگه اختیارش دست دیگران باشه، که به سادگی به خاطر که بازارهای مالی روی ترس و حرص و اون نیاز به بقا و اون نیازهای خیلی اساسی ما کار میکنن، اگه رو اونها کنترل نداشته باشیم، که اگر توی قلاب اونها گیر بکنیم، خب بعد این کنترل رفتارمون میفته دست اونها. بعد اونها تعیین میکنن ما چی کار کنیم، چی بخریم، چی بفروشیم، حتی چه احساسی داشته باشیم. خب حالا که در مورد قانون اول صحبت کردیم که مهمترین موضوع توی سرمایه گذاریه، که گفتم مهمترین موضوع تخصیص دارایی نیست، بهترین ابزار سرمایه گذاری نیست، بهترین ابزار تکنیکال نیست، مهمترین موضوع خود شما هستید، بهتره بریم که سراغ قانون دوم. یه بار دیگه من پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو ببینید، قانون اول رو ببینید و یه خورده راجع بهش بیشتر فکر کنید و ببینید که در گذشته این رفتار شما چقدر تعیین کننده بوده در نتیجه‌ای که توی زندگی پولیتون تا الان گرفتید.